طرفدارای سرجیو و آیدا شاید 80%شون دوست داشته باشن این دوتا برگردن. آقا اگه برگردن 2 روز دیگه باز مشکل بخوره شما میای جوابشو میدی؟ به خودم بذارید زندگیشونو کنن دیگه. بعضی وقتا آدما برای همدیگه ساخته نشدن، فقط به تیپ و استایل قیافه به هم میخوره که نیستش. هزار تا چیز، شخصیت آدما، اخلاقای آدما، اینا اخلاقشون 360 درجه با هم فرق. 4 سال که باش نبودم، بعدم یه ماه تو ویلا با هم بودن، ناراحتش کرده باشم، نمیدونم دلش شکسته باشم. کلا من خیانتی نکردم. شما تاسو بگین سرجی خیانتکار یا هر چی دوست دارید بگید. من بعد از برنامه با آیدا تموم کردم به خاطر رفتار، اخلاق. اصلا من بده، ولی موضوع اصلا اون موضوع خیانت و اینا نبود. اومدی استانبول آیدا رو ببینی؟ دیدی؟ نه، اومده بود عزیزم ماها رو ببینه، رفیقاشو ببینه. با رفیقام همه رو ما قرار بود ویدیو کاپلیمون تا آخر برنامه بذاریم به خاطر برنامه، ولی خب تصمیم گرفت که دیگه نخوام بذاریم. منم به تصمیمش احترام گذاشتم.